تک تک اعصاب و عضله‌های ما حافظه دارن. اگر ما یک کاری رو شروع بکنیم و برای مدت طولانی انجام بدیم، بعد از اون مدت می‌بینیم که می‌تونیم به صورت ناخودآگاه همون حرکات رو انجام بدیم. برای مثال وقتی ما چند سال توی یک خونه زندگی بکنیم، می‌تونیم چشم بسته مسیر خونمون رو بریم. یا اگر شما یک سازی بزنین و یه چند سال کنارش بگذارین، وقتی دوباره برگردین سراغ سازتون، می‌بینید که دستاتون ناخودآگاه شروع می‌کنن به نواختن اون ساز. حالا شما تصور کنید که تمام سالهای کودکی تا الانتون خونتون محل استراحت بوده. بعد از مدرسه، بعد از کلاس می اومدی، فقط میشستی بازی میکردی یا دراز میکشیدی یا استراحت میکردی. و به خودت حق بده که الان که کنکوری شدی 10ام 11ام و تازه داری درس خوندن رو شروع میکنی خسته بشی از پشت میز نشستن، خسته بشی از تو خونه درس خوندن، احساس کنی که همش باید بخوابی، تنبلیت میاد. هیچ اشکالی نداره. عضله تو تازه داره عادت میکنه که خودش رو از حالت استراحت بیاره بیرون و خونه و اتاق تو رو محل آرامش ندونه. پس اگر خسته میشی، اگر حال نداری درس بخونی، دنبال این نباش که ازش فرار کنی یا اینکه احساس کنی مشکل خاصی داری. تنها راهکار تو استمرار و ادامه دادن اون عادت.